салом, имрӯз чоршанбе 21 декабр аст. ман Зарангези Наврӯзшо бо ҷамъи ҳамкорон нашри имрӯзаи ахбори озодиро тақдими шумо мекунем. нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳо. қурби рубли русӣ ба таври чашмрас поин рафт. уфти рубл муҳоҷирону хонаводаҳои онҳоро, ки зиндагиашон аз пули русӣ вобаста аст, нигарон кардааст. Русони ки бихама ҳама дар мақсад зарар мерасад. Мисол 20,000 оид мекардан, аз 3,000 боло меше. 20,000 оид мекунад, 2,900 меша. духтарони афғон акнун чӣ кор хоҳанд кард? дари донишгоҳҳоро ҳам ба рӯи онҳо бастанд. кори золимонае ки ҷомеаи ҷаҳонӣ онро маҳкум кард. ва дар вилояти суғд роҳи нави аз байн бурдани зулму зӯроварӣ ба занонро таҷриба мекунанд. онҳоеро ба роҳи рост ҳидоят мекунанд ки бар сари занон даст мебардоранд. зӯроварӣ бештар дар байни ҷавонон бисёр мебошад. то сини 30 солагӣ зиёд соҳиби 2 фарзанд 1 фарзанд. дар тоҷикистон арзиши рубли русӣ дар баробари сомонӣ якбора поин рафт. ин хабар садҳо нафарро дар кишвар нигарон кард. қурби рубл барои аксар сокинон як мавзӯи муҳим аст, чун наздиконашон аз русия асосан пули русӣ мефиристанд. таҳлилгарон инро паёмади таҳримҳои ғарб алайҳи Москав ба хусус ҷорӣ кардани нархи ягона барои нафти Русия медонанд. мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло ҳамин мавзӯъро пайгирӣ карданд ва гузориши онҳоро мебинем. چهره‌های گرفته مهاجران و نزدیکان آنها روزهای اخیر چنین چهره‌ها را در نزد بانک‌های تاجیکستان زیاد دیدن ممکن است. سبب پایان روی قرب روبل است که درآمد مهاجران را با سامانه کمتر کرده است. کورسانی که بخما همه در مقصد ضرر میرسه. مثال 20,000 اوید میکردن، از 3,000 بالا میشه. او 3,000 اوید میکنه، مثال 20,000 اوید میکنه، 2,900 میشه. نشد دلار دا مقصد چیزی دا مو دا روبل بان باشه روبل خوبه که 90% مردم مهاجر مو در همون روسیه مقصد زندگیشون در جای چون در اونجا کار میکنن میان زندگیشون رو پیش میبرن. قرب روبل در روزهای پس شد که اکثر مهاجران به وطن برگشتند و هم در پیش جشن سال نو است. пеш аз ҷашн нархҳо боло меравад. мехостем дастархон ороем, аммо маҷбурем хариди баъзе чизҳоро маҳдуд кунем. کاهش قرب روبل در یک هفته اخیر بر علا نمایان شد. اگر هفته گذشته 1000 روبل به 158 سامانه برابر بود، حالا تا 141 سامانه پایین آمده است. در روزهای اخیر قرب روبل در برابر دلار آمریکایی نیز به طور نظررس کاهش یافت. برخی تحلیلگران در دوشنبه سبب پایان رفتن قرب روبل را چنین می‌بینند. از سبب‌های اساسی که با پاس شدن قرب روبل روسیه در وقت آخر زیر تاثیر یکی از آن نویگاری‌هایی که مکانیزم نوی تشکل نرخ با نفت و گاز روسیه در بازار جهانی که با نظرداشت تنظیم آن یعنی در یک سطح معین نگاه داشتن به آن آورده رساند که من در بازارهای اروپا مثلا نرخ گاز 1000 یورو به 1000 کوبمتر پس رفت که پیشتر 2,500-3,000 دلار بود. این عامل‌ها به اقتصادیات روسیه تاثیر می‌رساند. اول ماه دکبر امریکا و کشورهای اروپایی برای نفت روسیه نرخ نهایی معین کردند. من بعد این کشورها یک بشکه نفت روسیه را نباید با ارزش بیشتر از 60 دلار بخرند. درآمد اساسی مسکو از حساب فروش نفت است و تصمیم کشورهای غربی باعث پایان رفتن قرب روبل شد. برخی تحلیلگران در تاجیکستان پیش بینی می‌کنند که قرب روبل در نیم سال آینده بالا نخواهد رفت. خبری که برای مهاجران و نزدیکان آنها شاید چندان خوشایند نباشد. مولو رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. برنامه را ادامه می‌دهیم. جامعه جهانی دختران در افغانستان و رهبران سابق این کشور فرمان طالبان درباره راه ندادن دختران به دانشگاه‌ها را ظالمانه خواندند. روز پیش رهبران این گروه افراطی فرمان دادند که دختران افغان تا قرار بعدی
به دانشگاه‌ها راه داده نشوند. در صحبتی که پیش از برنامه با ژکفر احمدی همکارم از بخش دری رادیویی آزادی داشتیم، نخست از او پرسیدیم که طالبان سبب‌های این فرمان خود را چگونه شرح دادند؟ خب وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تا هنوز به گونه رسمی نگفته که چرا تصمیم گرفته که درهای دانشگاه‌ها را در افغانستان برای دانشجویان دختر ببنده. ما کوشش کردیم که در این مورد از مسئولان در وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان بپرسیم، اما اونا تا هنوز در این باره تبصره نکردند. در یک اقدام تقریبا غیر منتظره این وزارت ناوقت دیشب در مکتوب رسمی به پوهنتون‌های دولتی و خصوصی دستور داد که تا امر ثانی درهای پوهنتون‌ها به روی دانشجویان دختر باید بسته بماند. شما در جریان هستین که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم هم تا هنوز نتوانستند به مکاتب بروند که این اقدام طالبان با عکس‌العمل‌ها و واکنش‌های بسیار جدی در سطح ملی و بین المللی به همراه بوده. سوال دیگر از همکارم این بود که خود دختران دانشجو در این باره چی میگویند و واکنش جامعه جهانی تاکنون چگونه بوده است؟ خب ما در صحبتی که با چند دانشجو در داخل افغانستان داشتیم، اونا به شدت دلشکسته شدن و ناامید. برای ما گفتن که آرزوهای زیاد در سر داشتن و انتظار داشتن که به زودی از پوهنتون‌ها فارغ شوند و آینده درخشان در پیش داشته باشند، اما حالا که طالبان تصمیم گرفتن که اینا به پوهنتون‌ها حاضر نشن، به شدت نسبت به آینده بدبین هستن و میگن که آرزوهایی که داشتن نابود شد. در واکنش ها مقامات در بیرون از افغانستان، البته مقامات غربی، به شدت این اقدام طالبان را نکوهش کردن. از سازمان ملل متحد گرفته تا ایالات متحده در کنار نکوهش از مسئولان در حکومت سرپرست طالبان خواستند که از این تصمیمش صرف نظر بکنه. همکارم ژکفر احمدی از بخش دری رادیویی آزادی درباره فرمان طالبان اوید به منع تحصیل دختران در دانشگاه‌های افغانستان صحبت می‌کرد. در شهر خوجند ولایت سوغد مسئولین به این خلاصه آمدند که جزا و به محکمه کشیدن زورآوران خشونت در خانواده ها را برعکس زیاد کرده باعث انتقامگیری از زنان می شود. از این رو آنها مرکزی مخصوصی را تشکیل کردند که در آن با زورآوران درس می گذرانند تا از ظلم و ستم دست کشند. این تجربه در تاجیکستان نادر است. فرزان محمدی از شرایط و طرز کار در مرکز برای زورآوران گزارش می دهد. در شهر خوجند مرکز تأسیس یافت که نفران زورآور به جای حبس و جریمه از دوره آموزشی می‌گذرند و به زندگی مقرری برمیگردند. با آنها در این اتاق یک روانشناس و حقوقشناس کار خواهند کرد و راه‌های برون رفت از این بحران روانی را شرح خواهند داد. و آنها یعنی الटरनेटिव میمونن. انتخاب کنید، یا حبس میشید، یا جریمه میسپارید، یا همین برنامه رو گذارید. همین بعد گذاشتن برنامه بیشتری همین آدمانی که خشمشون رو نگاه داشتن میتونن، رفتارشون رو اداره کردن میتونن، همین ها یعنی آموزنده میشوند تا که آنها سالم به عائله خودشون برگردن. نفرانی که همه روزه با زورآوران کار میکنند از دوره‌های مخصوص آموزشی گذشتند و با کارمندان پلیس یک جای عمل خواهند کرد. طبق برنامه ما به واسطه با
خودی زورآوران کاربری میکنیم و با آنها همون همه گویم خودی پیش از همه زورآوری چیست و مفهوم زورآوری خودی زورآوری چیست در کدام حالت ها همین زورآوری به میان می آید همین مفهوم رو پیش از همه به آنها میرسونیم و دیگر همین وقتی که همین گویم در مشغولیت ها در همون صحبت ها در همون واخوری که ما میگذاریم ما کوشش میکنیم که به آنها فهمانده با آنها کاربری کرده از همین گویم حالت آنها رو برآوریم. این مرکز با مبلغ‌گذاری سازمان امنیت و همکاری در اروپا و در همکاری با حکومت تأسیس یافته است. مسئولان مقامات میگویند تأسیس چنین مرکز سری وقتی است، زیرا پیشتر زورآوران از جانب اداره حفظ حقوق انسان جریمه و یا جزا میگرفتند. بعداً انتقام آنها بیشتر میشد و خشونت را زیاد میگرداند. خصوص ببین زورآوری بیشتر در بین جوانان بسیار میباشد. 30 سالگی زیاد صاحبی 2 فرزند 1 فرزند یا 3 فرزند الان زورآوری خیلی بسیار میباشد. بغیر از مشاهده همی که اون زنهایی که نه معلومات دارند نه صاحبی کسب و کار هستند و پابند اقتصادی هستند بیشتر به زورآوری گرفتار میشن، زیرا که کار خانگی همچون کاری مزدناک مبلغناک حسابیده نمیشود. در تاجیکستان سالانه صدها نفر زنان با خشونت عائلوی و آزار روانی دچار میشوند. در شهر خوجند چندین سال قبل مرکزی کار با خشونت دیدگان نیز تأسیس یافته بود و هم یک پناهگاه خود را با نام گلرخسار فعال ساخت. مسئولان این مرکز میگویند وقتی زنان هدف لطوکوب قرار میگیرند یا حتی از خانه رانده میشوند، سازمان گلرخسار به آنها برای 2 هفته جای زیست امن میدهد. برای طبابت، دلبرداری و حمایت آنها سازمان روانشناسان، طبیبان و حقوقشناسان را جلب میکند. نظر در میان مردان صدا می‌دهد که چنین سازمان‌ها با کمک به زنها آنها را بیشتر ضد همسرانشان می‌شورانند. همکنون مشاوران اتاق کار با زورآوران امید دارند که هنگام گذشتن آموزش‌های آنها این عقیده در بین مردان خشونتکار کمتر خواهد شد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. حالا می رویم با ووسه. یک زن 80 ساله در اینجا چند سال باز تلاش پرورش درختی بنان را دارد. زحمت او به نتیجه نبوده است. حاصل اولین درخت را او دید. پیرزن زحمتکش تاجیک می خواهد نشان دهد که این میوه تروپیکی را می شود در تاجیکستان هم پرورش کرد. محمود جان رحمتزاده به حولی این ساکنی ووسه رفته بود. روزی مومای گوهربی پیرکاوه هر صبح از نگاهبین درخت بنان آغاز می شود. درخت بنانش از هر ساله دیده امسال حاصل بیشتر دارد. پیرزن 81 ساله میگوید خانواده آنها به بنان گران بازار احتیاج ندارد. حالا در فکری از سرما نجات دادن درخت و میوه‌اش است. ولیکن نیت داریم که امسال با چنین یگان قوپای سدکه های سلف هم پیچ کنیم که گردشته تخته بگیریم تری چوب مونیم کپک کنیم پیچونیم. برای مومای گوهربی یک درخت بنان را 7 سال پیش پسرش از باختر آورده است. در 7 سال از آن 9 درخت دیگر سبزانیده اند. مومای گوهربی میگوید که هوای 2 سال گذشته گرم آمد و بنانها خوب نشو و نما یافتند. سال گذشته هوا گرم بود، او سالش هم هوا گرم بود. 2021 بناناش رسیدن که 100% نیو خیلی کشیدن چین دیم وقت پیچکه دماندیم رسیدن خوردن گلکو. مومای گوهربی روزش را نه تنها به نگاه بینی درختانی بنان سپری میکند. حکومت واسه به او 4 گکتر زمین داده است. در این مساحت باغ بنیاد کرده است. در باغش تمام نوع درختان را دیدن ممکن است. بیشتری روزهای پیرزن 81 ساله در زمین‌هایش سپری می شود. قصد دارد درختان بنان را از باغچه خانه به باغ کلانش برد. می‌داند که بنان درخت تروپیکی بوده برای اقلیم تاجیکستان موافق نیست، ولی می‌خواهد تجربه کند و بنانزاری در تاجیکستان به وجود آورد. میوه‌ای که به گفته او برای خانواده هم درآمد و هم شهرت آورده است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه واسه. اخبار آزادی را به پایان میبریم. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری شما.